را یک فروپاشی، پایان همه چیز و حتی نیست و نابودی می دانند. از این سبب قطعا نمیخواهند با این واقعیت روبرو شوند. و هرگاه اتفاقات همچو بیماری، کهنسالی، حادثات ترافیکی و زمین لرزه که پیام‌آور مرگ می باشند به وقوع می پیوندند، سراپا وجودشان را ترس و لرزه فرا می گیرد. بیننده های عزیز، در این قسمت حکایت را تماشا خواهید کرد که اشخاص رحلت کرده و نکرده از جمله تالیمندان به حساب می آیند. داستان مصطفی از شهر غازی آنتیپ. اوه خدا، بخیل مرده. چیه پس؟ یعنی رای مقد کردی؟ از رای پس نمیشی؟ در آخرین لحظه که نمیدیدمت لغتت کده رفته بودم. کسی هم در موبایل رای استاد شده؟ پس شده دیگه، پس که تیر شوام. نمیفهمی که دوران طفولیتم همواره با مارها گذشت. مادرم برام گفته بود که حیوانات باید دوست داشته باشیم و هیچ وقت به اونا نباید ضرر برسانیم. تو به خیالم گرسنه شدی. چطور فهمیدم؟ صبر کن برای شیر میارم. بگی بخور. این شیر بستت است. برات اضافگی هم میکنه. بگی بخور. بگی دیگه. تو بسیار گشنه شدی. خب خداحافظ. شمالی لانزار باشه به ما چی، زمستانش بهار باشه به ما چی، به ما چی. شبم در پیره و روزم به تعلیم، ای رفیقا انتظار باشه به ما چی. شمالی لانزار باشه به ما چی، زمستانش بهار باشه به ما چی. سلامت باشین. با اجازتون باشه. حسن بیادر جدا ششتی؟ هیچ. اما تو اسقریه شیر آوردی؟ بله ها، تسلیم کردم. طالع‌مند هستی به خدا. همراه رانندگی خود کشیدی. بابانه شیر جمع کردن هر روز بیرون میری. کاش که ما از اول لیسانس میگرفتم. اگه با ترخیص تو 15 روز مونده باشه تو هم میتونی بیرون بری. دشار بلو آماده بودی نه؟ در ترخیص ما 100 روز زیادتر مونده. مگذره.
آقا زیاد نمانده. تا مثل تو روزای آخرم برسه یا الله و یا نصیب. بیا که بریم چای بخوریم. نه دلم نمیشه، تو برو. بیا ناجوانی نکو. بیا حسن مهمان ما هستی. بیا دیگه. خود درست است. امروز وقتی که از قریه می آمدم میفهمی چی را دیدم؟ یک ماره دیدم. مار؟ او خوب برای چیزی نکرد؟ نه تا جایی که میفهمیدم اونقدر مضر نبود. بیچاره به خیالم گشنه شده بود. بسیار خسته مالم میشد. علی از عسکری تو چند روز تیر شده؟ از من 35 روز. از من 37 روز مانده. از من 125 روز. فردا با مناطق کوهستانی میریم. در اونجا یک گروه از شورشی ها دیده شدن. شنیدین بچه؟ شورشی ها به یکی از پست‌های نزدیک حمله کردن و یک عسکر هم زخمی کردن. دگروال فای خان کاغوشا را میگرده. زود خو شوین. اصلا فردا بازار میریم نه؟ فردا سو وقت به قریه میرم که شیر بیارم. وقت برگشتم باز میریم. اما او تو خب بسیار دیر میشه. چی کنم؟ وظیفه است دیگه. بیبی تو را اصلا شیروالا میگن نه؟ خب بگوین. خلاص است. خودگه پناهتان به خدا. خداحافظ. خداحافظ. لیلی لیلی بودی یارم یارم، بی تو لیلی هر دم زردم زارم. آرام جان لیلی شیرین زبان لیلی. ده اینجا عادت کردی؟ هر روز دم اینجا انتظار مرا میکشی. تو بسیار چالاک هستی. بیا که بریم برای شیر باتم. حالا دیگه با هم معرفی شدیم. نام من حسن است. از قیصری هستم. تو هم ماره امی باغا هستی. خود گفته که شیر جمع کردن با عسکری چی ارتباط داره؟ چی کنم؟ امر قماندان است دیگه. میخوای که عسکرها شیر و ماست تازه بخورن. اساسیت نشان میته اما حق بجانب است. بیا زو ده ترخیصم کم مانده. وظیفه است دیگه. حسن امر کنید قماندان صاحب. تو برای بازار رفتن رخصتی نداری؟ دارم قماندان صاحب. تمام رفیقایت رفتن، تام برو. درست است قماندان صاحب. حسن امر کنید قماندان صاحب. بچه اگر کدام ضرورتی داشته باشی تو باید برای ما بگویی. سلامت باشین قماندان صاحب. الا کارت خلاص کن. درست است قماندان صاحب. خیلی برادرت نامزاد میشه ها؟ بله خدا نصیب مام کنه. پدر و مادرت چه کار میکنن؟ بعد از ترخیص آمدی نه؟ وعده بده. انشالله ما هم نامزاد میشیم. او برادر اول همین عسکری را خلاص کنیم. بعد از حالا دیگه انشالله. حسن ده همینجا یک رستوران هست. برای عسکرها 20% تخفیف داره. غذاش هم بسیار بامزه است. اگه میخوای یک بار برو. راستی با پدر مادرم از بازار کلان تحفه خریدیم. فرصت از دست نده. بسیار ارزان است. فورا برو بگی. به هر صورت شام باز میبینیم. خداحافظ.
میخوایم از سرک تیر شو میتونین کمکم کنین؟ ناراحت نباش، من کمکت میکنم. واقعا بسیار زیاد تشکر برادر جان. خانت کجاست؟ اگه بخوای تا خانت برسانمت. دمی کوچه پیش است، اما خود به زحمت نسازین. زحمت نمیشه، میرسانمت. چی زحمت هست؟ خانت کدامش است؟ همین خانه. همینجا؟ بله، دروازه رو تک تک کنی، پدریم خانه است. سلام علیکم کوکو جان. علیک السلام. دخترتان آوردم. خدا عزت راضی باشه بچیم، زنده باشی. بیا دختریم، لالایت به زحمت انداختی. خودش کمک کرد پدر جان. سلامت باشی بچیم. بیا داخل بچیم، یک چای بخور. سلامت باشین. برای بازار رفتن اجازه گرفتیم. یک کم گردش میکنم. از کجا هستی بچیم؟ از قیصری. نامت چیست؟ حسن. به ترخیص زیاد وقت مانده؟ کم مانده، 1-2 هفته باره. آه، خلاص کردی. انشاءالله به سلامتی عسکریت خلاص خود کردی. خوشبخت باشی بچیم. تشکر. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ بچیم. بیا دختره، بیا بریم. چرا استراحت نکردی؟ چیزی شده؟ نه، چیزی نیست. من خیران هستم به خدا. در ترخیص 3 روز مانده ایوازی که خوش و خندان باشی قمری واری 6 چرت میزنی. یکم تب خوش باش. همیال بسیار نفر هستن که میخواین در جای تو باشن. به هر حال استراحت کنیم. و من از این که ترخیص گرفتم اول بر خود یک دریشی لوکس میخرم، بعدشم بر رسم یادگار بر مادرم یک چادر و بر پدرم یک تسبیح میگیرم و بر برادر خودم هم یک سامان بازی و در مقابلشان استاد شده و میگم که آمدم. پدرم زنده باشه، یک عالم پیسه برم روان کرده، کلش خو نمیخورم. حسن، یک نفر به دیدنت آمده. چی سیل داری؟ برو دیگه. تا حالا هیچ کس بدینش نامده بود، عجیب است. در روز آخر بدینش میان. متوجه شدین ترخیص میگیرم و بسیار خاموش است. علتش چیست؟ به نظرم کدام مشکل مادی داره. مشکل مادی؟ مشکل دیگه خب به نظر نمیرسه. حتما مشکل مادی است. سخت است که آدم ترخیص بگیره اما دستش هم خالی باشه. حسن، امر کنین قماندان صاحب. با اتاق ما برو. دسترم از من یک دوسیه با رنگ آبی سورا برم بیار. بچشم قماندان صاحب. برو، من در باغچه منتظرت هستم. دوستیتان آوردم قماندان صاحب. آفرین حسن، چقدر زود آوردی. چرا دویدی؟ کسی به دیدنم آمده، خواستم زیاد منتظر نمانه. کسی به دیدنت آمده؟ چرا برای من نگفتی بچه؟ دوسیه قاجل نبود. حالا برو، منتظرش نساز. درست است قماندان صاحب. ماما جان اوف، دیر کدام. بسیار منتظر ماند. وقتی که نامدی رفت یک امانت برات مانده، گفت که ایره بر تو بتم. تشکر. چقدر مانده شده. خوب بازی بود. چهار تا گل بسیار خوب. اگه پاس داده بودی بازم گل می‌زدم. توپ از مابین دروازه کشیدن. ای بچکی از کمک کنید.
رولا کلا گیر از طرف من چای بته پایسه چای کلتون امروز من میتم خیرت باشه حسن نه که کدام گنج یافتی نه اما تو دلم خواست نوش جانتان بیادر میفهمی حسن 2 روز بعد بخیر میری بسیار جگرخون میشم شاید دیگه هیچ وقت یکی دیگه خدا نبینیم چی روزای خوشی را تیر کردیم در عسکری پیره و تعلیم مشکل است اما به انسان زندگی میاموزه آدم پخته میسازه انسان دوستای صمیمی پیدا میکنه این 2 روز چطور تیر خواد کردی؟ اگه وقت پیدا کردم بازار میرم و بر خود کالا و با پدر و مادرم توفه میخرم طبعا که روزای آخرم از قریه رفته شیر خود آوردم سوام قریه میری؟ دستور قماندان است دیگه صبح عادت کردی نه؟ وقت آمدنم چطور میفهمی؟ اینه شیرت آماده است بفرمایید جناب بنوشین هی چی میکنی؟ الوکو پای ما ناوقت شد الوکو که برام گفتم پای ما الوکو عجیب است با خدا خدایا تیز بچه ها بدوین اله بریم به طرف موترا تیز اله تیز بدو پای ما الوکو که برام بسیار دیر شد الوکو نمیخوایم برای ضرر برسانم نیت چی است؟ الوکو پای ما ناوقت شد قماندان سرم قار خواد شد الا دیگه در مقابل خوبی اما تو رفتار میکنی؟ گفتم الوکو الا برو دیگه بیازی سرم ناوقت شد کجا شدی؟ گلگی به عملیات رفتن تو هم باید اشتراک میکردی اولا حالا دیگه جگرخون نشد شدگی شد دیگه بسیار بد شد من باید همراه اونا میرفتم آه مار کار تکدی دیگه اینا چقدر دیر کردن کجا رفته باشن اینا حتما در کدام جای دور رفتم اگه خبر میداشتم با شیر گرفتنم نمیرفتم بسیار دشوار تمام میشه تمام رفیقای در جنگ میره شایدان بسیار خطرناک باشه با تو اینجا میشینی بر علاوه یک روز بعد هم ازشان جدا میشی احمد چی شده؟ کلشان ما این پراند کلشان شهید شدن چی؟ اگه تو هم میبودی تو هم کشته میشدی تمامشون شهید شدن؟ بفرمایید جناب هی چی میکنی؟ خداحافظ حسن جان بخیر بری خداحافظ مواظب خودت سلامت باشین
خداحافظ. میفهمی حسن؟ 2 روز بعد بخیر میری. بسیار جگرخون میشم. شاید دیگه هیچ وقت یکی دیگه خدا نبینیم. چی روزای خوشی را تیر کردیم. در عسکری پیره و تعلیم مشکل است، اما به انسان زندگی میاموزه. آدم پخته میسازه. انسان دوستای صمیمی پیدا میکنه. بفرمایین. دی خانه یک کاکا بود و یک دختر معیوب هم همراهش. تو درباره چی گپ میزنی؟ اینجا تو کس نیست. اما ما 2 هفته پیش اینجا آمده بودم، دخترشم اینجا رساندم. اشتباه میکنی جوان. ما در این خانه 5 سال است که زندگی میکنم. اشخاص را که تو ازشون بحث میکنی اینجا نیست. مطمئن هستی که می خانه بود؟ بله مطمئن هستم. از اینکه برام پیسه روان کرده بود خواستم ازش تشکری کنم. در این محل تو کس را نمیشناسم که دخترش معیوب بوده باشه. بله بیننده های عزیز، قسمه که آمدن به این دنیا به دست ما نیست، آرزو کردن مرگ هم حق ما نیست. انسان به خاطر مردن خلق میشه و به خاطر زنده شدن هم از دنیا میره و احساس زندگی جاودان در دلش پیدا میشه. در این دنیا هر کس یک میآیه و یک به این راه زندگی دور و دراز قدم میگذاره. با وجود وجوه مشترک، هر کس با تقدیر خود نشست و برخاست میکنه. با تقدیر خود در محیط که برنامه ریزی شده زندگی میکنه و بعدش در یک عالم دیگر به زندگی خود ادامه میده و به سوی زندگی ابدی